قربانی سوختنی را از چوب عقاقیا ساخت که درازیش 5 ذراع و فراخیش 5 ذراع یعنی مربع بود و قدش 3 ذراع. و شاخهای آن را بر 4 گوشه آن ساخت به طوری که شاخهایش از خود آن بود و آن را با مس پوشانید. و تمام کالای قربانگاه، طاسها و خاکاندازها و کاسه ها و چنگالها و مجمرها را ساخت. تمام کالایش را از مس ساخت. و برای قربانگاه پنجره از مس به صورت شبکه ساخته زیر کناره آن از پایان تا نصف آن گذاشت. و 4 حلقه بر 4 گوشه پنجره میسین همچون خانه ها برای دستک ها ریخت. و دستک ها از چوب عقاقیا ساخته آنها را با مس پوشانید. و دستک ها را به حلقه هایی که بر پهلوی قربانگاه بود گذرانید تا که آن را به واسطه آنها بردارند. آن را از تخته ها درون خالی ساخت. لگن برای شستشو و لگن میسین ساخت که پایش نیز میسین بود از آینه های زنانی که نزد درآمدگاه خیمه جامع جمع می شدند. صحن و صحن را ساخت. به طرف جنوبی پرده های صحن از کتان نازک دوتابه و درازی 100 ذراع بود. ستون های آنها 20 عدد و پایه های آنها 20 عدد از مس بود. علمک های ستون ها و بند های آنها از نقره بود. و به طرف شمالی 100 ذراع، ستون هاشان 20 عدد و پایه هاشان 20 عدد از مس بود. علمک های ستون ها و بند هاشان از نقره بود. و به طرف غربی پرده ها 50 ذراع، ستون هاشان 10 عدد و پایه هاشان 10 عدد بود. علمک های ستون ها و بند هاشان از نقره بود. و به طرف آفتاب برای شرقی 50 ذراع، پرده ها برای یک پهلو 15 ذراع، ستون هاشان 3 عدد و پایه هاشان 3 عدد بود. و برای پهلوی دویم از این طرف و از آن طرف دروازه صحن پرده ها 15 ذراع، ستون هاشان 3 عدد و پایه هاشان 3 عدد بود. همه پرده های صحن گرداگرد از کتان نازک دوتابه بود. و پایه های ستون ها از مس، علمک های ستون ها و بند هاشان از نقره و پوشش سرهاشان از نقره بود. و همه ستون های صحن با بند های نقره پیوست کرده شده بود. دروازه صحن و پرده دروازه صحن با صنعت گلدوزی از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک دوتابه ساخته شده بود. و درازیش 20 ذراع و قدش به فراخی 5 ذراع موافق پرده های صحن بود. و ستون هاشان 4 عدد و پایه هاشان 4 عدد از مس بود. علمک هاشان از نقره و پوشش سرهاشان و بندهاشان از نقره بود. و همه میخ های مسکن و صحن گرداگرد از مس بود.